در این ویدیو میپردازیم به حقایق پنهان و شنیدنی از زندگی حامد آهنگی، از ماجرای درگیری فیزیکی با یکی از تماشاچیاش تا رویا و آرزوی عجیب و جنجالیش که حتما از شنیدن شوکه میشین. با ما همراه باشید. حامد آهنگی بازیگر و کمدین، متولد 17 تیر ماه 1358 در بندر انزلی، تحصیل کرده مقطع لیسانس و دارنده دکترای افتخاری رشته بازیگری از دانشگاه علوم و فنونه. اون در یک خانواده 5 نفره به دنیا آمده. مادرش در قید حیاته، اما پدرش رو سالهاست که از دست داده و یک برادر بزرگتر از خودش به نام حمید داره که اون هم فوت کرده و تنها یک خواهر داره. حامد آهنگی در سال 1386 در تئاتر با همسرش صفورا آقاسی آشنا شد و این آشنایی منجر به ازدواج شد و ثمره این ازدواج تنها یک پسر به نام آراده. صفورا آقاسی بازیگر تئاتر و تحصیل کرده رشته کارگردانی تئاتر. حامد آهنگی قبل از ورودش به دنیای هنر به فوتبال علاقمند بود و در رده نونهالان به باشگاه ملوان بندر انزلی رفت و سپس در تیم نوجوانان و جوانان در پست مهاجم بازی کرد، اما در نهایت فوتبال رو کنار گذاشت و ادامه نداد. حامد آهنگی سال دوم راهنمایی خیلی اتفاقی به استعداد خودش در زمینه بازیگری پی برد. اون که در جشن‌های دهه فجر برای گروه نمایش میکروفون نگه می‌داشت، به علت بازی بد گروه میکروفون رو در دست گرفت و به خوانندگی و تقلید صدا پرداخت و بسیار تشویق شد. اما کار هنری خودش رو از 14 سالگی و در سال 1372 با گروه‌های نمایشی در بندر انزلی به صورت حرفه‌ای شروع کرد. حامد آهنگی در نمایش درام به کارگردانی مرحوم محمد علی انتظاری در جشنواره تئاتر دانش آموزی استان حضور داشت و تونست جایزه بازیگری رو بگیره. اون از سال 1380 کار در جنگ شبانه رو در کنار رضا نظری شروع کرد و از سال 1384 به عنوان بازیگر اصلی وارد این گروه نمایشی شد. حامد آهنگی نمایش‌های مختلفی از جمله سفر پرماجرا، کنکور، کلاس درس، داماد تصادفی و منشی قلابی رو نویسندگی و کارگردانی کرد. حامد آهنگی به عنوان بازیگر در سریال‌های مانند لژیونر، 6 قهرمان و نصفی، بچه محل بازی کرده، اما اوج شهرت حامد آهنگی رو میشه اجرای استندآپ کمدی در برنامه خندوانه رامبد جوان دونست. حامد آهنگی سالها پیش با حضور در ویژه برنامه برترین‌های شبکه جام جم در شهر شیراز به اجرای برنامه پرداخت. سپس با معرفی یکی از خوانندگان به حمید خندان برای اجرای نمایش به جزیره کیش دعوت شد. اون از خرداد 1389 برنامه شب‌های کیش رو هر ماه در این جزیره به روی صحنه برد و هر شب در سالن‌های مختلف اجرا داشت. در اولین اجرای حامد آهنگی در کیش تنها 13 نفر حضور داشتند، اما با پخش CD برنامه‌هاش به شهرت رسید. حامد آهنگی بعد از اجرای برنامه شب‌های کیش از خرداد 1399 اجرای سری دوم مسابقه تلویزیونی شوتبال رو در کنار مبینا نصیری بر عهده گرفت و 1 سال بعد برنامه شب آهنگی رو در فیلم نت شروع کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. دوستان، برای حمایت از ما اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی 2 اولین حضور حرفه‌ای حامد آهنگی در سینما بود. این فیلم به دنبال فیلم چند میگیری گریه کنی 1 بعد از 14 سال ساخته شد. حامد آهنگی آدم صبور و با جنبه‌ایه. اون میگه باید بپذیری و جنبه داشته باشی بدیهات رو در مقابلت بگن. حامد آهنگی معتقده اگه 100 بار هم به عقب برگرده باز هم همین شغل رو انتخاب میکنه. حامد آهنگی یک بار با یکی از تماشاچیاش درگیری فیزیکی پیدا میکنه. این جریان برای اوایل کارش در کیش بوده که موقع اجرا بر روی صحنه یه تماشاچی که یه پسر جوان بوده حواس حامد آهنگی رو با تیکه‌هایی که مینداخته پرت میکنه و اینقدر این کار رو تکرار میکنه تا به قول حامد آهنگی صبرش لبریز شده و بعد اجرا با خستگی زیادی که داشته به سمت پسر رفت و با مشت به صورت اون زده. حامد آهنگی در این باره میگه این پسر اومده بود که حال منو بگیره و باعث شد بعد از اجرا حال من خیلی بد بشه. اون ادامه داد من خیلی کم عصبی میشم، ولی اگه عصبی شدم جزء اون دسته از افرادی هستم که خیلی شدید عصبی میشه. وقتی از حامد آهنگی راجع به علاقش به شغل دوم سوال میشه، اون در جواب میگه دوست دارم رئیس جمهور بشم. اون در ادامه میگه رئیس جمهور شدن توی رویاهامه، وگرنه الان اگه همچین اتفاقی بیفته که مسخره هم میکنن، ولی اگه مثلا کمدین نمیشدم و حقوق میخوندم و توی یه مسیر دیگه ای زندگیم پیش میرفت به رئیس جمهور شدن علاقه داشتم. حامد آهنگی با خنده ادامه داد ولی فکر کنم توی هر سخنرانیم یه استندآپ هم اجرا میکردم. البته مأمور راهنمایی رانندگی هم دوست داشتم بشم. اگه مأمور میشدم بعد جریمه میکردم.
مخصوصا افرادی که راهنما نمیزنن. اصلا هم کار سختی نیست. یعنی من اگه مأمور راهنمایی رانندگی میشدم، همه راننده‌های تیم تشکیل میدادن که منو بکشن. اینقدر که سختگیر هستم. حامد آهنگی از ماجرای آشنایی و ازدواج با همسرش اینطور میگه: من تو گیلان ازدواج کردم که تو اون دوران تو گیلان منو میشناختن. خانومم بازیگر تئاتر و تحصیل کرده رشته کارگردانی تئاتره. توی یه کاری به نام مترسک که ایشون یکی از نقشای اصلی بودن با هم آشنا شدیم. البته از قبل خانواده‌شون رو میشناختم، چون که خانواده هنرمندی هستن. مثلا برادرش خواننده است و سالهاست در استان فعالیت هنری میکنه. یکی از تهیه کننده های من که سالها باهاش کار کردم داماد این خانواده بود و به این طریق بیشتر ایشونو شناختم و 4 سال بود که قصد ازدواج داشتم. حتی یه بار از طریق یه کارگردان که هر دو طرف رو میشناخت درخواست ازدواج دادم و ایشون قبول نکردن، چون کاری نداشتم و به جز بازیگری درآمدی نداشتم. بعد از این مدت رفتم اداره بندر و در کنار بازیگری کار هم کردم. از اونجا که آدم صبوری هستم، فوری 6 ماه بعد نرفتم خواستگاری، بلکه گذاشتم کمی دستم پر بشه و بعد از 4 سال دوباره از همسرم خواستگاری کردم تا اینکه تونستم جواب مثبت رو بگیرم. از حامد آهنگی در مصاحبه‌ای پرسیده شد وقتی بعضی‌ها شما رو در غیب خطاب میکنن ناراحت نمیشید؟ اون در جواب گفت هر انسانی که انسان دیگه‌ای رو بخندونه ممکنه با القاب‌های مختلفی خطاب بشه. این دلیل نمیشه که من از کارم خجالت بکشم و بیخیال کارم بشم. اما خیلی از آدما هم انرژی مثبتی به من دادن و گفتن خدا خیرت بده که مردم رو میخندونی. از جمله آثار حامد آهنگی میشه به چند میگیری گریه کنی، خندوانه، لژیونر، 6 قهرمان و نصفی، بچه محل، جوکر، شام ایرانی، شب‌های مافیا، ایران 68، علمی شو، شوتبال، شباهنگی اشاره کرد. خب دوستان، کدومی که از آثار حامد آهنگی رو دیدید و ازش لذت بردید؟ لطفاً توی کامنت ها برای من بنویسید. حتما ما رو دنبال کنید تا از حواشی هنرمندان و افراد مشهور با خبر بشید.